امروز این کشک بادمجون خوشمزه رو پختیم. کلی نکته داره، تا آخر ویدیو با من همراه باشین، همه رو بهتون میگم. سلام، اینجا ایرانی کوکه، من یلدا هستم. امروز میخوایم کشک بادمجون درست کنیم. این خوراک نونی برای حدوداً 4-5 نفر مناسبه. اینجا 2 کیلو بادمجون داریم و نیم کیلو کشک. البته کشک رو میتونید بیشترم بریزید که اونم جلوتر توضیح میدم. اینجا 5 تا پیاز متوسط داریم، فلفل داریم، نمک و 4 تا حب سیر با زردچوبه و نعنا. بادمجون رو حتما دقت کنید که شیرین باشه. بادمجون شیرین از کجا میفهمیم؟ از اینجا که بادمجون مثل این بادمجون مشکی باشه حتما. و اندازش هم اصلا مهم نیست برای این غذا که حتما باید ریز باشه یا حتما قلمی باشه. هیچ مهم نیست، چون قراره که آخر سر لهش کنیم. خب دوستان، میریم سراغ پوست کندن بادمجونا. بادمجونا رو سعی کنین وقتی که پوست میکنین حتما درسته بشورینش. بادمجونا رو من با پوستکن پوست میگیرم که هم گوشتشون کنده نشه و هم سریع و راحت تر پوست کنده بشن. ما برای این خورد نکردیم بادمجونا رو قبل شستن که میخوایم الان سرخشون کنیم و به خاطر اینه که آب نره داخل بادمجونا. موقع سرخ کردن هم راحت سرخ بشه و هم روغن زیادی نکشه. یه ظرف جمع و جورتری برای سرخ کردن بادمجون استفاده کنید و همچنین روغن بیشتری بریزین که هم بادمجوناتون قشنگ سرخ بشه و هم زیادم روغن نبره. و الان بادمجونا رو خشک میکنیم و میریم سراغ سرخ کردن. عزیزان فقط حواستون باشه بادمجونا رو بعضیا نمک میزنن قبلش، میذارن یه مقدار بمونه تا به اصطلاح روغن کمتری ببره. ما به هر قیمتی نمیخوایم که طعم غذامون خراب بشه. با نمک زدن یا روغن کم مصرف کردن طعم اصلی بادمجون از بین میره و غذا خراب میشه. خب روغنمون داغ شده تقریبا. بادمجونا رو میچینیم تا بریم که منتظر بمونیم بادمجونا سرخ بشه. یادتون باشه موقع سرخ کردن بادمجونا حرارت کم باشه. اینجوری هم بادمجونا موقع سرخ شدن میپزن و هم خوشمزه تر میشه. کلا نگران روغن نباشین، بعداً بادمجون روغن رو پس میده. خب بادمجونا کاملا سرخ شدن. این دوتا رو هم برداریم که کاملا بذاریم اینجا روغنش بره. خب این روغن اضافی ته تابمون و اینم همینجور که گفتم روغن رو پس داده، خیلی شفاف و قشنگ. میتونیم این روغن رو پیاز داغ درست بکنیم، زردچوبه هم بذاریم برای غذاهای بادمجون مثل خورشت بادمجون، کشک بادمجون، مرز قاسمی، اینایی که با بادمجون کلا درست میشه. چون نمیتونیم به غذاهای دیگه استفاده کنیم چون که مزه بادمجون رو گرفته. نه من قبلا سریای قبل که بادمجون سرخ کردم و روغنش اضافه اومده، توجه کنین ببین کاملا قشنگ سرخ شده. پیازو گذاشتم برای غذاهای بادمجون. پیازامون رو خلالی خورد میکنیم. تو بعضی از غذاها پیاز وقتی خلالی میشه خوشمزه تر میشه. خب پیازا خورد شدن، باید الان بافت پیازا رو از هم باز بکنیم تا قشنگ سرخ بشه. همونطور که گفتم از این روغن اضافی بادمجون اینجا برای پیاز داغمون استفاده میکنیم. خب دوستان، ما 4 تا حب سیر داشتیم. یه مقدار که پیازا تفت خوردن اینا رو خورد میکنیم با پیاز سرخ بشه. من این سیرا رو به خاطر اینکه بیرون نمونه و پوک نشن پوست کندم و توی ظرف دردار بریزشون کردم. اگه دوست نداشتین که خود سیر توی غذاتون باشه، میتونین از نصف قاشق مرباخوری از پودر سیر استفاده کنید. پیازا به همین اندازه سرخ شدنشون کافیه. یه قاشق مرباخوری سرخالی زردچوبه اضافه کنید. زردچوبه که یه مقدار تفت خورد، نعنا رو اضافه میکنم.
مقدار نعناشم هول و هوش 3 تا قاشق سرخالی کافی. نعنا پیازامون کاملا سرخ شده. اینو برمی‌داریم با توی ظرف جدا تا بادمجونا رو بذاریم تو همین ظرف بپزه. بادمجونا رو میچینیم توی قابلمه همینطور که میبینین، مقدار زیادش پخته. با یکم آب میذاریم که کاملا دیگه بپزه. با 1 استکان آب جوش میذاریم تا کاملا نرم و آماده بشه. و اینجا نمک و فلفلمونم میریزیم. چون امکان داره کشکش شور باشه، نصف قاشق مرباخوری نمک میریزیم. تقریبا 1/3 پر قاشق مرباخوری هم فلفل سیاه میریزیم. خب در رو میذاریم و حرارت رو کم میکنیم، میریم تا 1 ساعت. ببینیم که بادمجونمون کاملا پخته و آماده شده. الان اینجا باید کشک رو با پیاز داغش رو اضافه کنیم. اینا رو با هم مخلوط میکنیم. بعد کشک رو اضافه میکنیم و دوستان کشک سلیقه‌ایه. بعضیا کشک زیاد دوست دارن تو غذای کشک بادمجون، بعضی هم کم کشک دوست دارن، ولی ما به اندازه همینقدر که میبینین 1 ذره از 1.5 کیلو کمتر ریختیم. یه نکته ای رو اینجا اضافه میکنم. مغز چرخ کرده داریم، مغز گردوی چرخ کرده. من اینجا البته سلیقه‌ایه، من اینجا 2 تا قاشق غذاخوری مغز گردوی چرخ کرده اضافه میکنم. مغز گردو خوشمزه ترش میکنه. یه هم میزنیم و برشو میذاریم با همین حرارت میریم تا 1 ربع. بفرمایید. اینم از کشک بادمجون ما.